میکنیم به ویدیو جدید من. امروز قراره یک عالمه خوراکی خوشمزه فنلاندی رو با هم دیگه تست کنیم ببینیم چی میشه. بریم تو کارش. به نظرتون اول کدومو تست کنم؟ به نظرم اول شکلات رو. این شکلات یه شکلات فنلاندیه که توی زمانی که کریسمسه توی فروشگاه ها میفروشن. خب اینو وقتی بازش میکنید یه کاغذ داره یوری. خب این طعما و شکلای شکلات هاست که اینجا زده. حالا من اول این قلبیه رو تست میکنم. فکر کنم خیلی باحال باشه. لاش چیزای خیلی باحالی اون لایه شکلات داره. خیلی هم خوشگله. این شکلیه. طعم خوبی داره. اینجا نوشته با طعم رزبریه. ژل رزبری. طعمش خوب بود. شکلات دیگه. طعم خاصی نداره. حالا بریم این کریم رو که با طعم وانیلا رو تست کنیم. خودش زده رو کیک هویج. نمیدونم. باز کنیم. واو. با دسر ممی میخورن. شبیه سمنوه. فکر میکنم تو عید پاک میخورن ولی کلا این همیشه توی فروشگاه میتونید پیدا کنید. خب بافتش هم که این شکلیه. یه بافت کریمی خیلی باحال داره. بوی خاصی نمیده الان. Game over. شور و ترش و شیرین داره. همه رو با هم داره. شاید توی کیک خوشمزه بشه. من دوستش نداشتم. بریم برای ماست با طعم میوه های جنگلی. اینه که تمام رزبریا و میوه های بلوبری و توت فرنگی و همه رو داره. بهش میگن به فنلاندی میگن متسا ماریا. تمام میوه های جنگلی تابستونه رو داره. بریم برای تستش. قشنگ بوی میوه رو شما احساس میکنیم. بافتش دونه های میوه رو شما توش میتونید ببینید. طعمش خوبه. اینم خوب بود. بعدی این رولت وانیلیه که حالا همیشه کنار جایی که قهوه میگیری همیشه یه دونه از اینا هست. یا توی پارتی‌های کوچولویی که میگیرن قهوه و اینا میدن همیشه از رولت ها هست. به خاطر من اینو گرفتم. رولت این شکلیه. هم دارچینیش هست هم وانیلیش. حالا طعمای دیگه‌ش رو نمیدونم ولی من این دفعه وانیلی گرفتم. خب بافتش شکلش این شکلیه. بافتش هم اینجوریه. بافت خاصی نداره. طعم خاصی نمیده ولی کم شیرینه. گزینه بعدیمون نونای خمیر ترشه. رویس لیپه. حالا این که برند دیگه رویس پالاته ولی همون رویس لیپه بهش میگن. یه نون خمیر ترشه که شما از همون روی بسته‌بندی هم بوی ترشش رو میتونی احساس کنید که اینو اصولا با کره میخورن. ما الان
کره نداریم، همینجوری تستش میدیم. بافتش این شکلیه. امتیازی نداره پیش من. حالا بریم سراغ هیجان انگیزترین خوراکی امروز، گوشت گوز. ببینید بریز و بپاش کردم، بریز و بپاش کردم. بریم بازش کنیم. عطری اینجا پیچید، واقعا عطر خیلی خوبی داره. این بافتشه. اینو باید حتما تف بدیم بخورین. حالا من الان برای تست میخورم. اینو نیمه پخته است، حالا من زیاد نمیخورم، یه کوچولو میخورم برای تست. واو، عطر خیلی خوبی داره، 10 از 10. طعمش بین مرغ و گوشته، ولی یه طعم خیلی خوبی داره. گوشتش خیلی لذیذه. من مدل‌های مختلف دیگرم خوردم، ولی این کنسروی رو گرفتم که توی ویدیو به شما نشون بدم. به نظر من که گوزنه از همه کامل میگیره، ولی بازم شما بهم بگید که کدومش براتون باحال‌تر بود. امیدوارم که از این ویدیو خیلی خوشتون اومده باشه. تو ولاگ بعدی میبینمتون.